این موجود ترسناک که یک جنگجوی بی‌نظیر با یک دختر نگاه کنید که در پوشش بسته شده وارد سرزمین هایی شده که سر تا سر از موجودات عجیب غریب و خطر است. یکی از بهترین فیلم های سال 2025 که خیلی منتظرش بود و حالا با کیفیت خوب منتشر شده که نباید اصلا از دستش بدید. حالا بهت میگم چرا انقدر پرطرفدار بوده. فقط یک صحنه از زیر نگاه کن بعد خودت موری فیلم نگاه میکنی. یکی از بهترین فیلم های سال 2025. اسم فیلم غارتگر سرزمین های بد هستش. محصول 2025 2 روز پیش منتشر شد. نگاش کو از دستش ندی. نگاه کو فقط داخل از این فیلم شاهد صحنه های بی‌نظیر و فوق‌العاده ای هستی. از دستش نده.